سال 2018 جدا شدگیم. روزای خوشبختی من به همه انسان یاد ندارم. من مجبوری همه گرفته کم یه هفته بعد همه جنگ جنجال سر شد. پدر مادر که نداشتم بابام انسان مجبورم کرده بود من همه انسان گرفتم. زندگی مجبوری آخرش به همه قرص. می اومد میزد وقتی مرا میزد گودک‌ها ترس شد داد دوای میکردن. مثلا با خطر ما او هم شتا میخوردن. فکر نمیکرد که ایو معیب میشوند میترسن یگان چی میشوند. نه کوارتیر پلی میداد نه خراکا میکرد کارش فقط زدم بود. همه گودک‌ها ما موجه زدنک شد. بعد گودک‌ها ما میزدگی شد ما گفتم دیگه زندگی نمیکنم. که گودک‌ها هم تای شتا و چی دیگه من نخواستم همینطوری زندگی. آخر سود دادم 40 سود بعد جدا شدم. همون سالای خودم کوارتیر دایم و تامینات گودک‌ها در کلای خودم. کوارتیر همین که بعضی وقت پول دادن زور میاد، بعضی وقت گلکام طاقه میمونه. خیلی خانه مردم سر آنها قینه آخه. دو جا کار میکنم همون روز وقت میام بیتیو میرم خانه، روز وقت نمیام هر خیلی. روی زور اومده که نمیرسونم خودم کار میکنم. زور میاد بعضی وقتا خیلی همین که خانه میرم و همون خرسنده گودکام با مثلا زیقی و چیگی میبروید. اگر نه 3 تکتی به حد قینه 2 تا مکتب میروه 1 تا نمیروه. علمین 3 سال شای نمیته خودش قصد سرکشی میکنه که مقصد نمیته من دست یگان کار نمیوید. یک بار سودش کردن 6 ماه را خودش قایل شد که من قصدا ندادم. انه که راه رو دا میگردم مثال یگان جا میرم یا رفتن های اومدن در این بابت مثال بسیارترین آدم گپی مثال نیتا میزننده مثال گپایی میزنن که در یگان جا تغری نمیم به شوهری ای خیلی او خیلی مقصد با من باش مثال کتی من رویه کنم خیلی گپا بسیار میشنم. چون وی خیلی گفتی که ما بیوه شدیم گناهگار نشدیم که ما را هر کس هر گپ بگه. ما هم نمیخوایم که همین گپا را بشنویم. وقتی که به ما مراجعت میکند سر اول ما میبینیم که همین جنگ و جنجال اویلوی از چی سر زده است. با همین اویله ها کار کنیم و در تا سود و مقامات های بالا مراجعت کردن ما حرکت میکنیم که همین جنگ و جنجال اویله رو با طریق مرسو حل نماییم. مثال همین گیرد و اطراف جمعه با آنها یاری رسانند. نمایندگانی دین هستند، امام خطیبا هستند. باید در وقتی که در همین دهت در همین اویله اگر همین مسئله پیدا می شود همین حادثه هست آنها باید تاثیر خود رو رسانند. آینده ما عقلم نمیگیره با ما باشم میگم حرکت کنم 2 سوتق زمین بگیرم نه که همو مثال پدرش مرا یاردم نکرده است من همین افتادی من خورنده سم پسنداز کردند زورم نرسیده نمیدونم آینده چی میشه. میمونه که مثال همونجا من میرم خدمت بدنام میکنم که همینجا اومد نه که فایده نداره. من نمیفرم یگان ارگان برم یگان دعوا کنم برای میدونم که حاصل نداره. ای دست